خدای من چیکار کردم؟ من این حیوان بیچاره رو زدم. ببین دوستم، ببین این حیوان عجایب ناعیان شد، حتی من ندیدم او را زدم. بیا او را زدم دوستم، ببین این کنگرو را زدم من، ناعیان نشد. چارلی با کلا نگی، گویا که ما او را نزدیم. اینها تنها در استرالیا میرن. اما کم گفته بود که کسی رو زدی نزدی راحت رو دوام ده. بیا رفتیم بیا موقع. اقلا گور کنیم، اقلا در راه بیره خودت کنیم. میدانی. بیا من رو یاردم ده دوستم، بیا حیفی تو که این حیوان خشو را زدم. ایست چارلی، در کجا ایستادی؟ بس ایستا. کن شو خودت رو. بیا شما عجایب میخندید. پس از ایست. شوخی. تو میدانی آن رنگ کیست؟ مثل کی؟ جکی پود. چخه؟ بله اون ریش داشت و عینک داشت. بس کن شوخیت را. بیا حالا این طور انا میخیل. در حقیقت اون مثل جک شد. اه؟ دوستم بکو بس است. بیا نه من باید کرکم رو با او پوشانم. زدیمش بس است آخر. بیا اون را یک طرف مانده رویم. بیا یک رسم میگیریم چارلی. فقط یک تا دوستم، فقط یک تا. بیا درباره اوشین گوی سین. شد بس است. بیا او را مان، یک طرف مان او را. بیا دوستم. چارلی با یک تای دیگر برای سال نو تحفه می شود. آه خدای من. چی؟ چارلی آه خدای من، او زنده است. چهارمغزکی سخت، او زنده است. قدی او را ببین چقدر بلند است قدش. دوستم سلامتی خوب است. برخیز دیوانه. او را دیدی؟ او من را زد. او من را زد. کورکه سرخ تو را در تنه او. چارلی دوستم پول ها را برد. چه؟ پول ها را در کیسه او مانده بودم. خیلی آخر دوستم. من پول ها را در کیسه اش مانده بودم. کنگورو گرفته رفت. انا میخیل رفت. تو چی ها میگو؟